سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم دوباره با خرپیچک زردمون، این نارنجی خر دیوونه که من نمیدونم چجوری یه کاری کنم که به هم اعتماد کنه بیاد بریم تو خونه که جاش امن باشه. اینجا یه گربه هست حقیقتا که من حالا ویدیوشو جلوتر براتون میذارم. 2 گربه من دارم که هم تو خونه زندگی میکنن هم بیرون. این یه دونه تو خونه نمیاد، یه دونه از گربه هم تو خونه زندگی میکنه، یعنی هم میاد بیرون هم میاد تو خونه. ولی این یکی من هر کار میکنم نمیشه چقدر گرم دهنش بازه داره حس میزنه، نمیاد، نمیذاره بهش دست بگیرم. حالا نمیدونم چیکار کنم بهم اعتماد کنه بذاره بگیرمش ببرمش تو خونه یا همراهم بیاد بریم تو خونه. حالا مشکل بیرون زندگی کردنش نیست، اتفاقا مامان بابام خیلی حال میکنن که این بیرون من نمیارمش تو خونه، پشماش نمیریزه. ولی من نگران جونشم، چرا که بهش حمله کردن، پاشو زخمی کردن، گوششو چند بار زخمی کردن. یه گربه هستش خیلی قول داره، میخواد بیاد غذای اینا رو ازشون بگیره، بهشون حمله میکنه. هم به اون گربه من حمله میکنه، هم به این خرپیشک خوشگل ناز و کوچولوی زرد. آخه این خیلی مظلومه بچه‌ها، خیلی این گربه مظلومه. حالا من نمیدونم چیکار کنم، دلم براش میسوزه. اونم دلم نمیاد بزنم بکشمش. اتفاقا دیشب اومد، حالا بذار جلوتر ویدیوشو براتون میذارم. با پیشکی که به پیشه های من حمله میکنه. این گربه به گربه های من حمله میکنه و اینا رو زخمی میکنه و زده آثار خیلی بدجوری برای 2 گربه من رو پاهاشون، رو کمرشون به جا گذاشته که اگه نشونتون بدم میفهمی چقدر این گربه وحشیه. حالا امشب اومده تو حیاط خونه ما با کمال پررویی، با اینکه هر روز داره به گربه هم حمله میکنه، زخمیشون میکنه، اومده یه مقدار غذای گربه هم که مونده رو داره میخوره. حالا من شما دوستان عزیز میخوام بهم بگین که من با این چیکار کنم. آدم حیوان دوستی هم دوست ندارم بزنم بترکونمش، ولی این داره میاد هر شب به گربه هم حمله میکنه. چیکارش کنم به نظرتون؟ شما بگین.